اینم رستوران امروز. اومدیم هرلی، شهر هرلی. یا این دختر ناز من و هر کدوم از این شیشه ها برای یک کشوریه و نوشابه و آبجوهای مختلفی که تو هر کشور تولید میشه و توی رستوران لوبیا و اون دیگه برنج و اینا میفروشن و انواع مثل نگاه کنم اوه یخچال قدیمی اوه از اینجا راست میگی چقدر شیشه های زیاد مختلفی داره. یخچال قدیمی انجاش سربازکنش بوده، نقاشی های خوشگلی. کجا؟ اوه اینجا برای چیزه، برای یه کارمنداشه. خب میز و صندلی اینا رو که تمیز میکنن. اوه بیوتیفول، چه تلفن قشنگی. این تلفن قدیمیه. بگو الو، گوشی بگو الو. الو. How are you? اوکی. این تلفن قدیمی نقاشی‌های قشنگ. بیا. اوکی. یا گود می‌بینیم چیزی ببینیم پشت. اوکی اینا بزنیم. آره. این انواع فلفل هایی که دارن اینجا، ادویه‌جات که میفروشن. این شهر معروف به فلفل هایی که تولید میکنه. انواعشون هست، فلفل قرمز و فلفل آره بعضیشون هم تازه هست و این هم نقاشی کارت پوستال هنرپیشه های معروف آمریکایی با اون صفحه‌های قدیمی چی بهشون میگن یادم رفته، گرام فکر کنم میگفتن چیه، موزیک های اون موقع. انواع پاپ کورن. بریم پشت رو ببینیم. بیا. آها بیا اینجا ببینیم. اینا انواع نوشابه‌های برای مکزیکا و کشورهای مختلف و اینجا داره. مثلا آها بریچنگ دالاس تکساس. واو یاد قدیم ها میافتیم. چه شیشه های سیبناک. این سیبناک ما تو ایران هم داشتیم خودمون. این اسپری چقدر که حوصله داشته اینا رو جمع کرده. و اینجا قسمت کشیه و انواع ترشی ها که دارن، ترشی های فلفل به قول خودمون لیته اینجاست. باز شیشه های قدیمی و ابزارالات قدیمی که اینجا دارن و اینجا چون نزدیک راه آهن معروف هرلی هم هستش خیلی به علاقه دارن به ترن ها و صندوق های نوشابه‌های قدیمی انواعش اینجا. جالب که خیلی هم گرون هستن. این باکس‌ها من دیدم تا $100 هم اینا قیمت گذاشتن. کلکسیون خاص و گرونی هم هست. این شیشه ها هم جای دیگه دیدم تا $30، $40، $50 فروش میگه. سیمایی خیلی قشنگ و نقشه ها شیشه های قدیمی، باکس چوبی یا یخچال های قدیمی پپسی و این هم دستگاه خود چیز داشته، خود پرداز به قولن سکه می ناختی تو این در یخچال باز می شده. نوشابه رو برمی داشتی و اینجا هم سر نوشابه رو باز می کرد. بریم. آها اوکی بریم. این هم سالن خود رستوران. امروز اینجا نهارمون رو اینجا خوردیم توی این قسمت. خوشمزه هم بود و این قسمت هم که قسمت رستورانشه و بریم پشت رستوران هم ببینیم جایی که فلفل ها رو رست میکنن. واو چقدر بزرگه.
همه کیسه های فلفل آویزون شده اینجا. شنیده بودم اینجا درست میکنه. چه بویی هم میاد، چه بو خوشمزه ای. و چقدر اون لوبیا و هر کیسه رو 15 دلار 25 دلار 45 دلاری هم داره. آره اینا هم چیز دیگه، اینا برای ضرورته. تو اینا همون لوبیا و تو چیزا میکنه. و اینا هم کدوم الان میام بذار اینا نگاه کن. اینا با اینا دستگاه که رست میکنن اینا هستن، داخل توریا میریزن و این لوله ها هم شعله‌های گاز و فشار زیاد میسوزنتشون و از اینجا میاد بیرون. بریم دیگه دختر، چقدر تو سر صدا میکنی پدر سوخته. آها چقدر جای خوشگلیه. بیا اینجا بریم داخل اینجا. واو اینجا کلکسیون همش کاپه. بذاریم داخل نگاه کنیم. بریم اونجا. ها چی دیدی؟ واو چه جای خوشگلی اومدی. اوه چه حیات خوشگلیه اینجا. خوب جایی رو پیدا کردی دختر. بوی آتیشی میاد. به به چه آلچیق قشنگی. کو آها خب بذار اینجا بریم ببینیم اینجا چیه. اینجا آفیسه. آها لیمیتد اسپریسو. اینجا فکر کنم چیه. اوه چه شومینه قدیمی باحال اینجاست. شومینه از کارم میکنه. حالا چی داخلش میریزن تو شوه. و اوکی چی شد. اوه چه جای گرم و خوبی. اوکی اینجا خیلی خوب بوده آریانا. دفعه بعد بیام اینجا. اوه شومینه روشنه دختر. به 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 چوب شومینه. یه تا شومینه میتونی ما بگیریم بره تو حیاط ها. به به چه حرارتی داره. عجب شومینه. برای سقفش رو چوب کار کرده روشن. شیروانی های روشنه. آره روشن. آره گرفتم اینم. بیا تو اون برم بریم. چقدر جالبی هم شومینه گازیه. گل شمدونی نانو و باز شومینه گازی. جالب که همش هم روشنه. و اینجا این نمونه شومینه خیلی جالبه. مواد سوختیش اینه. انگاری بولن دون مرغی توفله. خیلی حرارت زیادی داره پشتش. فن داره کار میکنه. من حالا ببینم میتونم توشو باز کنم این چجوری میسوزه. آره ذره ذره داخل این میریزن یا خودش اتوماتیک بکنم میاد داخلش و این میسوزه و حرارت خیلی زیادی داره. خاکستر ناچیزی هم به جا میذاره. این شومینه هم یه نوع شومینه حالا به اصطلاح جدیده. و بریم باز ببینیم. و اینجا باز یه شومینه چوبیه. اینجا آره یه حیات دیگه هم اینجاست که دیگه اونو بی خیال میشه. بریم بای گایز. این شومینه چقدر جالب و چه زغالیه چه خاکی شده و داخلش هم سنگیه. امروز خیلی هم باد میاد. این گلای خیلی قشنگ چقدر بلند میشن این نوگیا. و بریم این قسمت هم ببینیم. اینا سرویس پیداشتی اینجا هسته بچه. خب این قسمت انباری
و آره اینجا انباری و لیفت آب و سرویس بهداشتی. بریم قسمت، بیا اینجا کاپ و اینا رو هم ببینیم. آها از اینجا. آها هلو هی این چرا کاپ اینجا، کاپای خوشگل مشکلی اینجاست. همه جا هم هست. آها بیوتیفول. باز اینا همه هم فلفل اینجا آویزون شده. Okay. Maybe here is office or it's just for visit is okay? We pack chili in here. And, yeah. Okay. And then when we start roasting the green chili, we clear it out so people can come in and out. Perfect. Yeah. Thank you. You bet. I see here a lot bottle. For what is this? Actually, they were donated to him, so they built a whole room just so they could display them. So, yep, somebody gave him all of the shot glasses. Yeah. And the bottle water too, and here is the zero the calories. Yeah. It's for sale or is it empty? Those are empty. We put it inside. Yeah. Okay. Perfect. Okay. Thanks. Yes, sir. Have a good day. Yeah. See you next time. You bet. And we have the yeast in it. Yeah. It's for hatch. It does come from Hatch, but I take most of it to Arizona. Are you sure? Arizona. Okay. Yep. And a lot chimney is here. I love chimney. Yes. All of them is the fireplace working. Good. Yes, sir. Okay. See you next time, my friend. Have a good day. Thank you. And Benjamin. دیگه اونجا بسته شد. آره اونجا بسته شد، گفت ازی بر بریم. دیگه این هم از برستان امروز. بسیار جالبی بود. آره دیگه بریم که بریم. اوکی.